كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه‌الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس ششم، قرآن کلام خداست. والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. و قرآن کلام خداوند متعال است، در صحیفه ها نوشته شده و در دلها محفوظ است، بر زبان ها خوانده می شود و بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نازل شده است. تلفظ کردن ما قرآن را مخلوق است، نوشتن ما و خواندن ما قرآن را مخلوق است، اما قرآن مخلوق نیست. قرآن کریم کتاب الله تعالی است که و فرقان هم آن را نام میبرند. کتابی است که حق را از باطل جدا می سازد و آن کتابت شده است در مصحف ها، یعنی در صحیفه ها به دست مایان با استفاده نقش ها و حرف ها و شکل کلمه ها و در دل ها حفظ شده است. از این رو آنچه را که حفظ کردیم می توانیم آن را به یاد بیاریم. قرآن کتابی است که تنها به پیامبر ما نازل شده است. کتابی است که آیات طول 23 سال به پیامبرمان صلی الله علیه و سلم نازل گردیده است. نه یک و یک باره، طبق بعضی روایات به تکرار نازل شده است. به هر تقدیر با واسطه جبرئیل علیه السلام با حروف مفردات و مرکبات در حالتهای مختلفه بنابر تقاضای حادثه ها نازل شده است. لفظ مایان و کتابت مایان و قرائت مایان و قرآن مخلوق است، ولیکن قرآن خودش غیر مخلوق می باشد، برای آنکه کلام خدا است و کلام خدا غیر مخلوق، یعنی خلق کرده نیست. و آنچه که ما و شما از قرآن می خوانیم یا می نویسیم یا تلاوت می کنیم، همه اینها مخلوق می باشند، چون که ما هم مخلوق هستیم. بر ما لازم است که اقرار کنیم به این که قرآن کلام الله تعالی است و وحی نازل کرده شده اوست. قرآن نه او و نه غیر او، بلکه صفت پیوسته وی است. در حقیقت حرف ها و حرکت ها و دیگر علامت های و کاغذ و کتابت این همه مخلوقند، چون که اینها فعل بندگانند. و کلام او تعالی غیر مخلوق است، زیرا کتابت و حروف و کلمه ها و بند و بست آیت ها این آلت قرآن است برای حاجت بنده ها، زیرا به واسطه آنها قرآن را فهمیده می شود و کلام الله تعالی قایم است به ذات او. اگر شخصی گوید کلام الله تعالی مخلوق است، کافر می گردد. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. منتظری درس‌های آینده باشید. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا